با سلام و وقت بخیر. با قسمت دوم آموزش تایمگیری میلسپا با ساعت اندیکاتور در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. من فرشاد باقری که توی این پارت با شما هستم. این پیج اینستاگرام منه و پارت دو که مربوط به تایم موتور Q5 هستش که با ساعت اندیکاتور قراره تمامی میلسپاپ های تقویتی این موتور رو با همدیگه تایم کنیم و آموزش این قسمت رو به شما دوستان عزیز بدم. قبل شروع این دوره دوستان لطفاً حمایت از کانال و اینستاگرام یادتون نره. لطفاً حمایت کنید تا جایی که امکان پذیر سابسکرایب کنید و شیر کنید. حقیقتا من دارم رایگان تولید محتوا میکنم. خیلی از آموزش هایی که توی یوتیوب و توی نت وجود داره همشون پولیه. حتی اونایی که میذارن یه قسمتی از آموزش رو یا باید توی کلاسشون شرکت کنی یا باید پول بدی تهیه کنی، ولی من اینجا دارم رایگان آموزش میدم و اینجا انتظارم فقط از شما اینه که کانال رو سابسکرایب کنید و یه حمایت خوب از بنده انجام بدین تا من بتونم پارت های بعدی رو ضبط کنم و توی کانال بذارم. قبل شروع اینو حتما بگم که اگه بخواین این پارت رو مشاهده کنید حتما باید پارت اول رو مشاهده کنید، خب که مربوط به تایمگیری میلسپاپ های تقویتی XU7 هستش. یعنی اگه اون پارت رو مشاهده نکردین اصلا سمت این پارت نیاین. خب این از این. موضوع دومی که هستش دیگه من مثل پارت اول 1.5 ساعت نکردم این پارت رو، فقط اومدم نحوه تایم کردن میلسپاپ های تقویتی 2.5 رو توضیح دادم. خب و قرار شد که پارت های بعدی رو کوتاه باشن تا هم منظم و مرتب باشه و همین که وقت شما گرفته نشه، چون تایم پارت که زیاد میشه معمولا اونی که بیننده زودتر خسته میشه. واسه همین نحوه نصب میلسپاپ های 2.5 و فول اجاس رو توی فیلم دیگه یا پارت دیگه آپلود میکنم. نحوه کار کردن با نرم افزار دوینا 2000، نحوه کار کردن با دجریویل یا همون پیدا کردن نقطه مرج بالا TDC به صورت دقیق، نحوه محاسبه دیوریشن های میلسپاپ و پارامترهای اون همون IVO، IVC، EVO، EVC فرمولاش چطوری تبدیل میشن توی 1/10 توی 1 میل، تارت و ادوانس کردن روی کف آسفالت، روی داینو، کنترل دقیق لیفت میلسپاپ و دقت میلسپاپ، پیدا کردن خطای ساخت و تراشکاری میلسپاپ و رفته رفته پیشرفته تر میشه این مبحث. مثلا پیدا کردن دندانه های خالی تریجر سنسور میلنج برای تنظیم ایسوهای اجاس. مثلا سعی میکنم که یه مثلا آموزش کامل و جامع از تایم کردن موتور در خدمت شما دوستان عزیز قرار بدم، به شرط اینکه سابسکرایب کنید و حمایت کنید تا منم پارت های بعدی رو ضبط کنم و آپلود کنم تا شما ببینید. مثلا همینطور که مشاهده میکنید مثلا الان پاورپوینتش آماده است، خب ولی گفتم پارت به پارت میکنم. مثلا این آموزش قسمت دجریویله، مثلا این مثلا قسمت های مختلف میلسپاپ، مثلا سنتر لاین چیه، اینتیک لیفت چیه، اینتیک کلوز چیه، بیس سرکل چیه، روتیشن چیه، مثلا LSA چیه، اوورلپ چیه، همه اینا رو توضیح میدم. مثلا ATDC چیه، BTDC چیه، BBDC چیه، ABDC چیه، اصلا اینا توی چه حالتی اتفاق میافتن. خب و فرمول هایی که قراره ازشون استفاده کنیم توی تجربه، همون قسمت IVO، IVC، EVO، EVC، اینتیک والف اوپن، باز شدن سپاپ هوا، باز شدن سپاپ دود، بسته شدن سپاپ هوا، بسته شدن سپاپ دود. توی سایت چت شمس رو تحلیل میکنیم. مثلا این 102 چیه، 108 چیه، مثلا اینا چی ان، کلا نرخ پنه رو توضیح میدیم اینجا. مثلا نوع لیفترها رو توضیح میدیم، خوش چیه، هیدرولیکی چیا هستن، نمیدونم تایمینگ توی 1 میلیمتر، والو لیفت، همه اینا رو توضیح میدم توی پارت های بعدی. ولی اینجا فقط هدفمون اینه که به صورت خیلی ساده میل هایی که میخریم واسه توی رو بتونیم تایم کنیم. یعنی اصلا کاری به قسمت توری کار نداریم. چیزایی که لازمه رو توضیح میدم برای اینکه خیلی راحت بتونید میلسپاپ های TU5 رو تایم کنید. مثلا اینا مثلا قسمت توریه. آقا اصلا
نحوه کار کردن توی یه موتور 4 استروک پترول انجین یا همون بنزینی چطوریه، والف تایمینگ والف یا همون کار کردن سوپاپا همونطور که مشاهده میکنید اینا رو همشو میام توضیح میدم. آقا مثلا اول قسمت ساکشنه، بعد مثلا اینجا IVC سوپاپ هوا بسته میشه، بعد این سیاه مثلا میاد کمپرس میکنه، بعد اینکه کمپرس شد مثلا میاد این قسمت پاور و همه اینا، مثلا جرقهش هم کجا اتفاق میفته، ریتارد کردن جرقه نسبت به میلن چیه، ادوانس کردنش چیه، همه اینا رو قراره دوباره میجم توی پارتای بعدی توضیح بدم. خب میرسیم به قسمت اصلی، نحوه تایم گذاشتن موتور 25 برای میلسوپاپ‌های تقویتی. دقیقاً شبیه به XU7 هستش، فقط اینجا یه میلسوپاپ تبدیل به 2 میلسوپاپ شده، یعنی قسمت دود از قسمت هوا جدا شده، برعکس XU7 که هر دوتاش توی یه میلسوپاپ قرار داشتن. خب و دقیقا مثل XU7 هر شرکت سازنده‌ای که برای 25 میلسوپاپ سازه، مثل شرکت MZ، HH، حالا هر شرکت انجینارت باید مشخصات اون میلسوپاپ را در اختیار مصرف کننده قرار بده. مثلا توی XU7 خب ما مثلا نشون دادم توی پارت قبلی، گفتم آقا این میلسوپاپ ملزوماتش اینا هستن، توی 25 هم دقیقا همونه، فقط اینجا 2 تا میلسوپاپ داره، یه دونه واسه قسمت دود، یه دونه برای قسمت هوا. خب وقتی شما مثلا اومدین آقا این میلسوپاپ خریدین استیج 2 705، خب اصلا 737 میل محبوبیه واسه درج اکثرا استفاده میشه. خب میگه آقا لیفت این میلسوپاپ قسمت هواش 10.9، قسمت دودش هم 10.9، دیوریشناش هم 274. خب مشخصه بعدی که خیلی مهمه توی تایم کردن، میگه آقا میزان لیفت TDC موقعیت تایم هوا وقتی که پیستون در نقطه TDC هستش، تاپ دد سنتر هستش، نقطه مرج بالا هستش، باید با سات اندیکاتور موقعیت تایم هوا به اندازه 2.7 میلیمتر باز بشه و برای قسمت دود هم 2.8 میلیمتر باز بشه. خب برای نصب این میلسوپاپ 737 ما چیا نیاز داریم؟ خب همونطور که مشاهده میکنیم میگه آقا برای نصب این میلسوپاپ باید شما فنر بخری، یه فنر قوی تر بخری و فولی اجاس نیاز داری و همینطور که میبینیم میزان فیلرشیم هم اینجا توضیح داده که به صورت هیدرولیکیه، برعکس XU7 که به صورت شیم بود، شیمشون مینوشت مثلا میگفت CC، اینجا هیدرولیکیه. حالا توی قسمت های پیشرفته توی درجه های خیلی سطح بالا این هیدرولیکی خودش یه مانع هستش توی دور بالا که میان اونا تبدیل به خشک میکنن، سالیت میکنن، چون اونو در آینده پارت های بعدی توضیح میدم. این اسلاید رو آوردم که با هم فرق تفاوت لیفتر هیدرولیکی که توی TU5 هستش با شیم که توی XU7 هستش ببینیم چیه. با استفاده از فشار روغن لگه سوپاپ رو به صورت خودکار تنظیم میکنه. همونطور که میبینید با فشار روغن، یعنی لیفتر هیدرولیکی با فشار روغن داره اون لگه سوپاپ رو تنظیم میکنه. داخلش یه پیستون کوچک و سوپاپ تچ والو وجود داره که با روغن پر میشه و خلاصی رو صفر نگه میداره. مزایاش یه بی صداست، بدون تنظیم دوره، لازم به تنظیم دوره نیست، کارکرد نرمتر در دورهای پایین و شرایط رانندگی معمولی، مناسب برای خودروهای شهری و کم استرس. چند دقیقه پیش گفتم در دورهای خیلی بالا های RPM فلوت ایجاد میکنه، ناتوانی ایجاد میکنه، یعنی باید اگه شما 25 سوار هستین میریم پیست با لیفتر هیدرولیکی، بهتره این کار رو انجام ندین. خب بهتره که تبدیل به سالیت کنید. حساس به کیفیت روغن هستش، با کثیفی یا لجن روغن ممکنه صدای تک تک بده. در عوض لیفتر سالیت همون XU7 هیچ مکانیزم خود تنظیمی نداره، یک قطعه سخت است، انگشتی یا شیم. لگه سوپاپ باید به صورت دستی تنظیم بشه و همیشه مقدار کمی خلاصی وجود داره. مزایاش چیه؟ توانایی کار در دورهای خیلی بالا بدون فلوت، دقت بیشتر در پروفایل بادامک، مقاومت بیشتر در شرایط سنگین.
عایبش صدای بیشتر سوپاپ هاست، نیاز به تنظیم دوره‌ای داره، شیمجیری که توی پژوها میبینید، پرهزینه و زمانبر بودن توی برخی موتورها. خب میلسوپاپی که ما قرار نصب کنیم و تایمش کنیم روی این ماشین میلسوپاپ استیج 3 هورنت مال موتور تیو 5 هستش. دیوریشن 268 درجه، لیفت باداماچا 10.5. خب حالا این توضیحاتی که نوشته، فقط مهمترین چیزی که نیاز داریم لیفت TDC هستش که گفته برای اینتیج قسمت هوا 1.85، یعنی وقتی پیستون شما در TDC هستش باید سوپاپ هوا به میزان 1.85 باز بشه. خب و برای دود هم 1.85. این برای باز شدن، این برای بسته شدن، چه بازم توضیح میدم یعنی چی برای باز شدن یعنی چی برای بسته شدن. فقط خواستم بدونی که 1.85 و 1.85 هستش و میل استیج 3 هورنت تیو 5 هستش که لیفت بادامش 10.5 و دیوریشن 268 درجه. همونطور که میبینی یک جفت میز. خب توی موتور تیو 5 همونطور که میبینی این سرسیلندر موتور تیو 5 هستش که ما میلسوپاپ ها رو نصب کردیم. میلسوپاپ هوا به سمت منیفولد یا به سمت شیشه راننده و میلسوپاپ دود به سمت رادیات هستش، اما به سمت هدرز دود. پس این میشه میلسوپاپ دود و این میشه میلسوپاپ هوا. چه همیشه به یاد داشته باشین توی تمامی میلسوپاپ هایی که خریداری میکنید میلسوپاپ هوا به سمت منیفولد نصب میشه، میلسوپاپ دود به سمت رادیاتور یا همون به سمت هدرز نصب میشه، چون متاسفانه خیلی این نکته رو رعایت نمیکنن و جاشون رو اشتباه نصب میکنن و باعث میشه که ماشین دچار افت بشه. چه از این نما هم دوباره مشاهده کنیم. این میشه میلسوپاپ هوا، این میشه میلسوپاپ دود که میلسوپاپ دود به سمت دوباره میگم هدرز به سمت رادیات ماشین نصب میشه و میلسوپاپ هوا به سمت منیفولد یا به سمت شیشه راننده، شیشه جلویی راننده نصب میشه. این وسط هم جای شمع هستش، اینا هم چپه ها هستن که این کلن یه سرسیلندر تیو 5 هستش که ما نصبش کردیم. خب مثل XU7 مراحل اینم با هم انجام میدیم و توی فیلم ها نشون میدم. مرحله اول انتخاب سیلندر جهت تایم. سعی کنید همیشه اولین سیلندر از سمت تصمیم تایم رو انتخاب کنید، هم توی XU7 هم توی تیو 5، چون خود سازنده میلسوپاپ هم اعلام میکنه اون سیلندر رو انتخاب کنید. سیلندرهای دیگر رو میتونید انتخاب کنید ولی شما سعی کنید همین سیلندر رو انتخاب کنید. توی عکس این سیلندر میشه، ببینید این سیلندر، ببینم پوینتر دارم. خب ببینید این دوتا چه میشه هوا، این دوتا چه میشه دود، یعنی حرکت این دوتا با همه، حرکت این دوتا با همه. شما فرقی نمیکنه حالا ساعت رو روی این استکان تایپیت بذاری یا این استکان تایپیت بذاری، این چون این دوتا با همه این دوتا با هم. توی XU7 ما 8 تا سوپاپ داریم، توی تیو 5 16 تا سوپاپ داریم. پس این سیلندر رو انتخاب میکنیم. خب این از انتخابش. مرحله بعدی قرار دادن موقعیت نسبی پیستون در وسط سیلندر مثل XU7. حالا من فیلمش رو توی XU7 قرار داده بودم، یه واسط بلند، یه پیت گوشتی، اجزای شم از اینجا، ببین اینجا شمه. حالا یه پیت گوشتی یا هر چیزی که دم دست دارین یه چیزی رو از اینجا فرو کنید و موقعیت نسبی رو به دست برین در وسط. یعنی وقتی بالا میاری پیستونو از میلنج رو میچرخونی بالا میاری، پیت گوشتی میاد بالا، حالا هر چیز داخل اون قرار داده و وقتی میاری پایین وسط، حد وسط اونو پیدا میکنی، یه چیزی که با چشمت میتونی ببینی. خب چه این پیستون الان به طور نسبی توی وسط قرار گرفته و اینا یادتون نره که هر 4 تا شم رو باز کنید تا کمپرس در داخل موتور نباشه توی تایم کردن تیو 5، چون اذیتتون میکنه. حالا این کارو چرا انجام میدیم ما؟ چرا پیستون رو میاریم توی وسط قرار میدیم؟ اینا یه بار دیگه توی پارت قبلی هم توضیح داده بودم. ببینید وقتی شما دارین مثلا سوپاپ هوا سوپاپ دود رو تایم میکنید، اگه پیستون توی TDC باشه خیلی موقع اتفاق میفته.
خب شما مثلا اون عدد رو نمیتونید به دست بیارین، حالا میخوای مثلا سوپاپ هوا رو بچرخونی دوباره بیاری اون قسمت، سوپاپ به پیستون برخورد میکنه، تو دود هم این اتفاق میفته. واسه همین ما توی مرحله اول این پیستون رو تو موقعیت وسط قرار میدیم تا این مشکل به وجود نیاد. بعد اینکه این دوتا رو تایم کردیم، هوا رو تایم کردیم، دود رو تایم کردیم، پیستون رو میاریم توی TDC قرار میدیم و تصمیم تایم رو میبندیم. پس اینم از این. مرحله سوم، ما ببینیم دوستان نیاز نیست شما مثلا 3 تا ساعت اندیکاتور تهیه کنید برای تایم کردن موتور تیو 5 یا 2 تا تهیه کنید برای تایم کردن موتور تیو 5. با یه دونه پایه و یه دونه ساعت اندیکاتور شما میتونه موتور تیو 5 رو تایم کنید به صورت دقیق. لازم نیست 2 تا 3 تا داشته باشین. حالا واسه اینکه سرعت کار بیشتر بشه و دقت کار بیشتر بشه میایم از 2 تا استفاده میکنیم. حقیقتا دیگه 3 تا اضافه است، مگر اینکه بخوای راست آزمایی انجام بدی که اونم بازم با 2 تا میتونی انجام بدی. ولی شما همون یه دونه ساعت اندیکاتور با یه دونه پایه رو داشته باشین کافیه. لازم نیست برین 2 تا 3 تا بخرین الکی خرج تراش کنه واسه خودتون. خب مرحله سوم قرار دادن ساعت بر روی استکان تایپیت هوا و تنظیم به مقدار اعلامی شرکت در جهت راستگرد یا همون باز شدن، چه الان با توی فیلم دقیق این توضیح میدم. شرکت به ما چه عدد رو گفته توی TDC وقتی پیستون توی نقطه مرج بالا باشه 1.85 باید باشه. خب این عدد 1.85 رو در نظر بگیرین تا بریم فیلم ها رو باز کنیم و با هم به صورت عملی مشاهده کنیم. خب ببینید این موتور تیو 5 ما هستش که فولی سرمیلنج رو نصب کردیم، فولهای اجاس رو نصب کردیم. من اینجا دارم با 2 تا ساعت کار میکنم ولی هم موتور رو گفتم یه دونه ساعت کافیه. این ساعت رو گذاشتم روی پیستون، این ساعت رو گذاشتم روی استکان تایپیت هوا. چون شما اصلا این ساعت سبز رنگ رو بیخیال بشین، لازم نیست. و اینم در نظر بگیریم برای تایم کردن موتور تیو 5. خب توی XU7 رو گفتیم یه پایه چیزی درست کنیم با پیچ چپه یا هر چیزی که هست روش نصب کنیم، ساعت قرار بدیم. واسه تایم کردن موتور تیو 5 میتونه از صفحه فلایویل یا یه صفحه بزرگ فلزی که این مگنت، چون اینا آهن ربای هستش، روی اون بچسبه. روی اینا نمیچسبه چون جنسشون از آلومینیومه. میتونیم روی فلایویلی چیزی، حالا یه صفحه بزرگی قرار بدیم فلزی و آهن ربا رو روشن کنیم تا پایه به اون بچسبه. ببینید اینجا خب این ساعت روی استکان تایپیت بادامچ هوا قرار گرفته. میبینید این 2 تا هوا هستش، میتونستیم روی اینم قرار بدیم روی این، ولی اینجا این قسمت حالت مانور دادن شما توی این قسمت زیاده نسبت به اینجا. یه مشکلی که توی موتور تیو 5 هستش جا خیلی کمه برای اینکه این میل رابط بره روی استکان تایپیت قرار بگیره. مثل XU7 تایپیتش بزرگ نیست، مثلا خیلی راحت میل رابط میرفت روش قرار میگرفت. اگه دقت هم کنید ببینید اینجا من دارم نشون میدم، میگم این 2 تا برای هوا هستش، این 2 تا برای دود، یعنی این مجموعه این 4 تا برای سیلندر شماره 1 هستش. و دارم اشاره میکنم که من الان ساعت رو آوردم قرار دادم روی استکان تایپیت قسمت سیلندر شماره 1 قسمت هواش. ببینید خیلی جا کمه. و این که از خود میل رابطی که خریداری کردیم برای XU7 استفاده نکنید چون خیلی سخت میشه قضیه. من اومدم از میل رابطی که توی دوچرخه استفاده میشه استفاده کردم که خیلی نازک‌تره و خیلی راحت قرار میگیره روی استکان تایپیت تیو 5 به صورت عمودی. حالا کاری با عددی که ساعت نشون میده نداریم، فقط میخواستم نحوه قرار دادنش رو روی استکان تایپیت هوا به شما نشون بدم که الان توی فیلم بعدی حالا اون عدد 1.85 رو به دست میاریم. و نکته دیگه‌ای که وجود داره، ببینید دوستان این ساعت ما میبینید این قسمتشو، خب مثل XU7 باید توی فشار باشه، نه لیفت باشه مثلا بره تا دامنه نهایی ساعت بره توی لیفت. چرا؟ ببینید وقتی
این بادامک اینجا هستش. خب این ساعت اگه توی لیفت نباشه، این بادامک اینا مثلا ساعت اصلا توی صفره، اصلا هیچ فشاری روش نیست. خب این بادامک میاد استکان تایپیتو فشار میده. خب این ساعت میخواد چیو نشون بده؟ خب صفره. خب این باید برگرده، ساعت باید برگرده، لیفتش بیاد پایین تر. یعنی وقتی این بادامک اینو فشار میده، چون این میلم روی استکان تایپیته، اینم باهاش میاد پایین. واسه همین باید توی لیفت باشه، یعنی یه حدی که از اون عدد شرکت اعلام کرده بیشتر باشه. شرکت برای ما 1.85 اعلام کرده، باید لیفتی که الان ساعت به ما نشون میده، یعنی حالتی که الان عددی که ساعت به ما نشون میده باید بیشتر از 1.85 باشه، یعنی ساعت توی فشار باشه. تا وقت این بادامک فشار اومد، استکان تایپ رفت پایین، از اون حالتی که ساعت نشون میده بیاد پایین تر تا ما به اون 1.85 برسیم. بازم الان دقیق تر توضیح میدم. ببینید با یه فیلم خیلی راحت این قضیه رو نشون میدم. فرض کنید این سبزه، باکس سبزه استکان تایپیت ما هستش، اینم ساعت ما هستش، اینم میل رابط که روی استکان تایپیت قرار گرفته. اگه ما دقیقاً بیایم، یعنی ساعت توی هیچ لیفتی نباشه، یعنی توی هیچ فشاری نباشه، اینو تنظیم کنیم، وقتی بادامک میاد میخوره به این استکان تایپیت، یعنی این استکان تایپیت میاد پایین. ببینید یعنی این، ببین الان مثلا فرض کنید بادامک خورد به استکان تایپیت به این سبزه و الان این داره میاد پایین. این هیچ عددی رو نشون نمیده، چون ما روی هیچ بازه اینو تنظیم نکردیم، هیچ فشاری روی ساعت نبوده، روی میل رابط. برای همین برای اینکه 1.85 رو به دست بیاریم باید این بیشتر از 1.85 توی لیفت باشه. ببین مثلا اینطوری توی لیفت باشه، همینطور چه میبینید، تا وقتی این بادامک خورد به اون استکان تایپیت این بیاد پایین، ما 1.85 رو از این در بیاریم. دیدین همین حالت. خلاصه حرفم این بود که میل رابطی که روی استکان تایپیت قرار میگیره باید به اندازه اون عدد اعلامی شرکت بیشتر از اون توی لیفت باشه. اگه شرکت گفته مثلا شما توی TDC 4 میل باید بذارین، شما ساعتتون باید مثلا بیشتر از 4 میل باشه، مثلا 5 میل باید توی لیفت باشه و همینو باید رعایت کنید، هم توی قسمت دود هم توی قسمت هوا. البته اینو بگن که این مشکل فقط توی ساعت‌های عقربه‌ای هستش، توی ساعت دیجیتالی مشکل رو نداریم. میاریم توی لیفت ساعت رو و این قسمت یه دکمه به اسم 0 هستش، یعنی صفر کن. وقتی این توی لیفت هست اینو صفر میکنیم دیگه هیچ مشکل نداره، ما 1.85 رو همینجا ببینیم تمومه. ولی توی ساعت عقربه‌ای باید منها کنیم، یعنی عددی که ساعت نشون میده، مثلا بذار اینطوری بگم، مثلا ساعت ما الان مثلا ساعت ما الان مثلا 2 میل و مثلا 30 هستش. خب اینو میایم منها میکنیم از 1.85، مثلا 2.30 منهای 1.85 مثلا میشه 0.45. خب یعنی باید ساعت عقربه ما 0.45 رو نشون بده تا ما به اون عددی که شرکت سازنده اعلام کرده برسیم. یعنی ساعت الان توی لیفت بوده، توی 2.30 بوده، ما 1.85 ساعت رو میاریم پایین، یعنی بادامک میاد فشار میده، ساعت میاد پایین تا به وقتی به عدد 0.45 رسیدیم، یعنی ساعت عقربه عدد 0.45 رو نشون داد، حل تموم شد اون قسمت. خب الان ساعت ما روی استکان تایپیت هوا قرار دادیم. خب تصمیم آزاده و ساعت چه عددی رو به ما نشون میده؟ ببینید از اینجا شروع کنیم، 1 میل، 2 میل، 3 میل، 4 میل، 5، 6، 7. 8 نشده، 7 و از اینجا بیایم 1 دهم، 2 دهم، 3 دهم تا برسیم به 9 و 2. یعنی ساعتی که الان نصب کردیم روی استکان تایپیت هوا 7 و 92 رو به ما نشون میده. یعنی 7 و 92 منهای چقدر باید بشه؟ 1.85 که شرکت به ما گفته. یعنی الان بادامک میاد فشار میده استکان تایپیت رو، میل رابط میاد پایین، باید ما به عدد
6 و 10 برسیم. حالا 1 میل این طرف اون طرف، یا دقیق‌تر 6 و 07 برسیم. یعنی این بیاد روی 6 و بشه 1/10. با یه آچار شماره 16 حالا رنج، آچار رنج، هر چیزی میارین اینجا در سمت راست جرد. ببینید تسمه وقتی آزاده فرقی نمیکنه شما سمت چپ برین یا سمت راست برین، فقط وقتی که تسمه روی ماشین نصبه سمت چپ جرد حرکت نکنید، به خاطر تسمه صفر کن این درست نمیشه. پس یادتون بمونه اگه تسمه آزاد باشه مشکل نداره، سمت راست یا سمت چپ میتونید حرکت بدین. خب توی اینجا با یه آچار شماره 16 هوا به سمت راست، یعنی با آچار به سمت راست فشار میدین تا به اون عدد 6 و 07 برسین. خب آروم آروم شروع میکنیم به سمت راست جرد، فولی رو حرکت میدیم تا به اون عدد 6 و 07 برسیم. الان توی بازه 6 هستیم. تموم. حالا 6 و 5 6 و 05 صفر مشکل نداره، زیاد حساس نباشین. خب الان این قسمت برای تایم قسمت هوا انجام شد و میریم قسمت بعدی. خب مرحله 4 قرار دادن ساعت بر روی استکان تایپیت میلسکوپ دود و تنظیم به مقدار اعلامی شرکت در جهت چپ جرد یا همون بسته شدن. حالا توضیح میدم چرا میلسکوپ هوا در قسمت به سمت راست و این به سمت چپ. البته حالا فرق نمیکنه، شما میلسکوپ دود هم میتونی از سمت راست بیاری بالا و از این طرف تنظیم کنی، ولی راحت ترین روش اینه که میلسکوپ دود رو به سمت چپ و میلسکوپ هوا رو به سمت راست. حالا اینو توضیح میدم. حالا توی این میلسکوپ که ما قراره نصب کنیم برای قسمت دود هم عدد 1.85 رو گفته که اونم باید تنظیم کنیم و این مرحله هم تموم میشه. خب ببینید پیستون در یک موتور 4 زمانه چه 4 تا حالت داره، توی 2 تا حالت توی TDC هستش. یعنی توی الان موتور Q5XU7 اگه بریم مراحل احتراق رو نگاه کنید، وقتی پیستون توی TDC هستش 2 حالت برای میلسکوپ اتفاق میفته. TDC در پایان زمان تراکم یا همون مرحله تراکم. توی مرحله تراکم باید داخل محفظه سیلندر کاملا بسته شده باشه تا ماشین مرحله کمپرس رو انجام بده. توی این 2 حالت هر 2 سوپاپ بسته اند، یعنی هر 2 تا بادامک بالا هستند، یعنی هیچ فشاری بر روی استکان تایپید انجام نمیدن، یعنی هیچ فشاری روی استکان تایپید نیست. یعنی هر 2 سوپاپ بستن، یعنی سوپاپ هوای سوپاپ دود بسته هستش، یعنی هیچ فشاری روی استکان تایپید وجود نداره. تو این مرحله موتور آماده جرقه زنی و احتراق هستش. این همون TDC توان هستش. پس سوپاپ هوا بسته، سوپاپ دود بسته یعنی توی میلسکوپ اینه که هر 2 تا بادامک بالا هستن. مرحله دوم TDC در پایان زمان تخلیه، یعنی همون اگزاست TDC. خب الان ما میلسکوپ رو داریم تایم میکنیم، شرکت سازنده داره میگه آقا میلسکوپ هوا 1.85 نسبت به TDC باز بشه و میلسکوپ دود 1.85 بسته بشه. چه اینم داره اینو میگه آقا وقتی پیستون تو در TDC هستش سوپاپ هوا کمی باز میشه و سوپاپ دود هنوز کامل بسته نشده. سوپاپ دود کمی باز میشه یعنی به سمت راست. وقتی یه میلسکوپ به سمت راست میره یعنی داره استکان تایپید فشار میده و سوپاپ داره باز میشه. برای همین توی میلسکوپ هوا کمی باز میشه و توی میلسکوپ دود بسته میشه. یعنی یه حالت اوورلپه. اوورلپ الان اینجا دیگه توضیحشو بدم دیگه. اوورلپ به حالت میگن که هر 2 سوپاپ بازن. باز نه کامل باز نه، یعنی یه کوچولو هر 2 تاش بازن. این توی زمان اگزاست TDC یا در زمان تخلیه اتفاق میفته. سوپاپ دود میخواد ببنده، آخراش ببنده، سوپاپ هوا میخواد باز بشه، یعنی این یکم باز شده اون یکم تو حالت بسته است.
آقا همون حالت گیچی، مثلا مکانیک کار عزیزمون وقتی یه تایم فابریش میذارم میگن آقا میلز پاپا گیچ کن. یعنی چی گیچ کن میلز پاپا؟ یعنی آقا این حالت میبینین این حالت گیچیه. این میشه بادامک دود. الان فرض کنیم این میلز پاپ XU7 هستش، یعنی بادامک دود هوا روی یه میلز پاپ. این میشه برای هوا، این میشه برای دود. این بادامک برای دود، این بادامک برای هوا. این دوتا هم استکان تایپ، یعنی این داره فشار میده که باز کنه، این هم توی مرحله آخرشه که داره میبنده. به این حالت گیچی میگن، یعنی سوپاپ دود در حال بسته شدن و همزمان سوپاپ و هوا در حال باز شدن. چون این دوتا یه حالتی هستش که هر دوتاشون بازه، یعنی الان توی داخل سینه هر دوتاشون بازن، بهشون اوورلپ هم میگن یا هم پوشانی سوپاپ هم بهش میگن. می‌بینیم توی توضیحات هم اینجا هر دو سوپاپ کمی باز هستند و میل سوپاپ ظاهری شبیه به گیچی پیدا میکنه. به همین دلیل در ایران به این حالت گیچی میگن. خب ساعت رو برداشتیم آوردیم روی قسمت دود قرار دادیم. سیلندر شماره 1 قسمت دود، حالت تپجر چه حالت بسته شدن هستش. خب میبینید در این حالت که الان بازم نشون میدم. این روی ساعت رو هم بیخیال بشید، هدفمون فقط این ساعت زرد رنگ. خب روی این قرار دادیم. ساعت چه عددی رو نشون میده؟ خب توی ناحیه 2 هستیم. 2 که از اینجا بیایم 1 دهم 2 دهم 3 4 5 6 7 8 2.98 رو نشون میده. فعلا 3 شروع نشده، این 5 این 4 این 3، یعنی 2.98. خب اگه بیایم منها کنیم 2.98 منهای 1.85 یعنی 1.10 1.13. خب حالا 300 چیز خاصی نیست، ولی عدد دقیقش 1.13 هستش. یعنی ما باید این ساعت بعد تنظیم بیاد روی 1.13 قرار بگیره، یعنی این بیاد روی 1 اینم بیاد روی 13. 10 1 2 3، یعنی این عقربه بزرگتر روی 13 قرار بگیره، عقربه کوچک هم روی 1 میل قرار بگیره، بین 1 و 2 باشه. خب همونطور که میبینید بادامک به سمت چپ قسمت دود میل رابط روی استکان تایپت قرار گرفته. ساعت عدد 2.98 رو نشون میده. ما باید به عدد 1.13 برسیم با یه آچار شماره 16. این فولی رو به سمت چپ حرکت میدیم تا ساعت بیاد به 1.13 برسه، یعنی اون 1.85 رو ساعت ازش کم بشه تا بیاد برسه به 1.13 طبق عدد اعلامی شرکت. که وضعیت میزوپاپ هوا هم دارم نشون میدم که در حال باز شدن و اونم در حال بسته شدن هستش. این هم کاری نداره، با یه آچار شماره 16 به سمت چپ، یعنی این فولی رو به سمت چپ حرکت میدیم. خب تا اون عدد 2.98 روی ساعت هستش بیاد برسه به 1.13 و اونجا تایم میزوپاپ دود هم انجام میشه. خب برای اینکه تایم ایمپارت زیاد نشه من دیگه اون قسمت رو نذاشتم، با آچار شماره 16 به سمت چپ تا به عدد 1.13 برسید. من این کار رو انجام دادم. حالا نوبت میرسه به قسمت پنجم. خب مرحله پنجم قرار دادن پیستون در نقطه مرج بالا، همون سیلندری که انتخاب کرده بودیم. خب من اومدم پایه ساعت رو اینجا نصب کردم. میل رابط باید 2 تا باشه. چه میتونید 2 تا میل رابط بخره و به هم وصل کنید، خیلی راحته. خب این ساعت رو تنظیم کردیم و گذاشتیم روی پیستون. حالا بیشترین مقدار که ساعت به ما نشون میده رو به عنوان TDC در نظر میگیریم و تمومه دیگه. خب باید شروع کنیم از قسمت میلنج، شروع به چرخش میلنج کنیم به سمت راست. حالا چون تصمیم نصب نشده فرق نمیکنه به سمت چپ یا به سمت راست، فقط اون نقطه ماکسیموم رو به دست میاری. وقتی ما نقطه ماکسیموم رو به دست آوردی تمومه دیگه، تایم شما کامله مثل XU7. البته اینجا من دارم تایم کلی موتور رو تموم کردم
تصمه رو هم انداختم، دارم راست آزمایی انجام میدم، ولی برای اینکه این دوره را ضبط کنم اون قسمت رو دارم به شما نشون میدم چطوری نقطه TDC روی پیستون رو به دست بیاریم. واسه همین این فولیا داره میچرخه، چون تصمه باهاش نصب شده. ببینید فقط شما نگاه کنید تا این به عدد ماکسیموم برسه. که این 10 و 27 یا الان 10 و 28 29 الان یه صدم چیزی نیست، میشه نقطه ماکسیموم پیستون یا همون پیستون در نقطه TDC. و رسیدیم به مرحله آخر، مرحله نصب تصمیم تایم. رفقا دوستان، نصب تصمیم تایم آموزشش توی نت وجود داره. بازم من ضبط میکنم هم برای XU7 و هم برای 25 توی کانال قرار میدم، ولی در کل خیلی راحته نصب کردن تصمیم تایم. خب میرسیم به نکات مهم و طلایی این دوره. هیچ تایمی دقیق نیست دوستان، هر کس اینو بهت گفته دروغ گفته. هیچ تایمی دقیق نیست. وقتی شما تایم میکنید باید اون تایم بر روی داینو یا روی آسفالت ریتارد و ادوانس بشه. برای همین میگن هیچ تایمی دقیق نیست. میتونه مثلا نزدیک به 90% دقیق باشه، ولی اگه دقیقاً بخوای باید روی داینو یا روی آسفالت ریتارد و ادوانس کنیم تا با اون ماکسیموم توان موتور برسیم. نکته دوم، در لیفترهای هیدرولیکی مثل TU5 اگه موتور خشکه، موتور خشک یعنی چی؟ یعنی روغن چیزی داخل موتور نیستش، موتور خشکه، داری از اول موتور رو تعمیر میکنه، اساس تعمیر داری میکنی. اگه تایم کردین این موتور رو روی زمین 100% بعد اینکه استارت زدیم به موتور و روغن اومد به لیفترها و داخل کانال ها رسید، دوباره تایم رو بررسی و راست آزمایی کنید، چون به خاطر وجود لیفتر هیدرولیک تایم این ور اون ور میشه. پس یادتون نره اگه توی TU5 موتور خوش بود، بعد از اینکه تایم کردین موتور رو انداختین رو ماشین و استارت زدین، حدود یه 5 دقیقه 10 دقیقه دیگه که ماشین کار کرد خاموش کنین و تایم رو دوباره بررسی و راست آزمایی کنید. همون کاری که من داشتم انجام میدادم، راست آزمایی میکردم. راست آزمایی یعنی چی؟ یعنی تو پیستون را 2 تا ساعت، اینجا دیگه 2 تا ساعت میخوای، حداقل 2 تاشو میخوای، الان کار به 3 تاش ندارم. 2 تا ساعت برمیداری، یه چی میذاری روی سر چله پیستون، یه چی هم میذاری روی استکان تایپیت هوا. بعد آقا تست میکنی، میبینی وقتی پیستون توی TDC هستش آیا این پیستون این استکان تایپیت عدد 1.85 رو نشون میده یا نه. اگه نشون داد چه آقا حله، اوکی. اگه نشون نداد باید روی اونجا یا تایم رو درست کنی یا اونجا با استفاده فولیا ریتارد ادوانسش کنی تا به اون 1.85 برسی. همین قسمت رو برای قسمت دوت هم انجام میده. پس یادتون نره برای اینکه تایم دقیقی داشته باشین و کارتون منظم و بدون ایراد باشه، راست آزمایی رو حتما انجام بدین. این پارت هم به اتمام رسید. لطفاً یادتون نره کانال رو سابسکرایب کنید. اگه نظری، سوالی، چیزی داشتین در قسمت نظرات کانال میتونین بپرسین یا از طریق پیج اینستاگرام من میتونین سوال کنید. دوباره ممنون میشم کانال رو سابسکرایب و شیر کنید.